سلام درود، من هادی اسلامپور هستم و در این ویدیو پروژه ویکی که برای CSV وب پیاده سازی کردم رو نمایش میدم. در صفحه اصلی لیست مقاله های موجود رو مشاهده میکنید. در قسمت سرچ باکس من عبارت پایتون رو برای مثال می‌نویسم و روی اینتر کلیک میکنم. همونطور که می‌بینید وارد مقاله پایتون میشیم. برمیگردیم به صفحه اصلی. من همون عبارت پایتون رو این دفعه ناقص می‌نویسم. روی اینتر کلیک میکنیم. همونطور که می‌بینید مقالاتی که با عبارت جستجو مطابقت دارن نمایش داده میشن و با کلیک روی هر کدوم میتونیم وارد اون صفحه بشیم. حالا اینجا به ما پایتون رو نشون داده، روی پایتون کلیک میکنیم و همونطور که می‌بینید وارد مقاله پایتون میشه. برمیگردیم به صفحه اصلی. حالا قابلیت ساخت مقاله جدید رو نشون میدم. روی نیو پیج کلیک میکنیم، عنوان مقاله رو وارد میکنیم. برای مثال CS50. من از قبل برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه متن مقاله رو نوشتم و فقط کافیه همینجا پیستش کنم. پیست میکنیم و بر روی سیو کلیک میکنیم. چون قبلا یک مقاله به اسم CS50 ما نوشتیم، برای بار دوم امکان پذیر نیست. بنابراین فقط کافیه من اسم مقاله رو عوض کنم. مثلا CS50 هاروارد می‌نویسم. این دفعه به سیو کلیک میکنم و همونطور که می‌بینید مقاله ساخته شده مستقیما به ما نشون داده شد. حالا برای اینکه این مقاله رو ما ادیت بزنیم فقط کافیه روی ادیت پیج کلیک کنیم. برای مثال من وب رو به آخر مقاله‌ام اضافه میکنم و دوباره روی سیو کلیک میکنم. همونطور که می‌بینید مقاله ما ادیت شد. برمیگردیم به صفحه اصلی. حالا قابلیت رندوم پیج رو بررسی میکنه. با هر بار کلیک بر روی رندوم پیج از قسمت این مقاله موجود یکیشون خیلی کاملا رندوم باز میشه. حالا ما روی رندوم پیج کلیک میکنیم. قبل اینکه من ویدیو رو رکورد کنم پروژه رو تست کردم. یک مقاله ساختم به نام تست و متنم رو نوشتم. روی رندوم پیج که کلیک کردیم اون مقاله‌ای که من قبلا نوشتم باز شد. این هم پروژه دمو ویکیه. من ممنون از وقتی که گذاشتید.